أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 10 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 11 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما درس 11 از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید که باب التوکیدی، یعنی باب درباره توکید صحبت می کند. پس توکید یعنی که تقویت کلام، توکید را معنایش قوی گرداندن کلام، قوی گرداندن سخن. مثلا یک انسان میگوید، یا توکید به 2 قسم تقسیم می شود، مثلا توکید لفظی، توکید لفظی است یکمش، توکید لفظی این قسم یکمی توکید است و دویمش معنوی هست. توکید لفظی و توکید معنوی. توکید لفظی مثلا من میگویم که جاء محمدون، کلمه محمد رو 2 بار تکرار میکنم، میگویم آمد محمد. پس این توکید لفظی شد که خود کلمه محمد را یا هر نامی که باشد، جاء زیدون، جاء خالدون، هر نامی را که 2 بار تکرار میکنی پس میشود توکید لفظی که ای لفظ خودش تکرار میکنی. یا یک انسان یک چیز را میگوید تو دیدی، پس در جواب میگویی لا ما رأیتو، یعنی که نه دیدم. دیدید؟ پس لا 2 بار لا گفتی، پس این لا می شود توکید چی؟ لفظی. یا مثلا در جای این میگوی نعم 2 بار، مثلا نعم رأیتوه میگوی بله دیدمش. پس نعم این 2 تا چی می شود؟ توکید می شود، توکید. پس توکید لفظی. یا مثلا میگوی که جاء، توکید لفظی باز می شود جاء محمدون، مثلا یعنی که آمد محمد. جاء را 2 بار تکرار میکنیم، پس اینها می شود توکید چی؟ توکید لفظی. و دویم توکید گفتیم توکید معنوی است. توکید معنوی مانند چی؟ مانند مثلا من میگویم جاء الامیر نفسه. مثلا باز میگویم رأیت الامیر نفسه. یا باز میگویم مررت بالامیر نفسه. ببینید انا همین کلمه نفس چطوره که شما دیدید 3 بار در 3 حالت، انا همین توکید معنوی هست. توکید چی است؟ توکید معنوی.
پس بیایید اکنون صاحب کتاب رو عباره هایش رو میخونیم که ابن آجروم چی میگوید. میگوید باب توکیدی، باب در مسئله توکید صحبت میکند. التوکید، پس میگه توکید چی است؟ میگه التوکید تابع للمؤکد فی رفعه. توکید میگه تابع است، پیروی میکند در مؤکد در حالت رفعش. ببینید جاء الامیر، جاء فعل ماضی است، الامیر فاعل هست، باید فاعل آخرش رفع بیاید، مرفوع باشد. اسم مفرد کی هست؟ علامت رفعش ضمه هست، علامت رفع اصلی هست. دقت دادید زیرا اینکه این فاعل است. ما شما دیگر میدونیم که فاعل مرفوع می شود. فاعل اسم است که بعد از فعل می آید. جاء فعل است و امیر فاعل است و اسم است و مرفوع هست. خب اکنون ما این را دانستیم که این فاعل و مرفوع بوده است. اما نفس در اینجا چی است؟ چی طور نفسه بگوییم، نفسیهی بگوییم یا نفسه بگوییم، چی بگوییم و چرا؟ اگر یک کس بگوید که نفسه، ما سوال میکنیم چرا. اگر یک کس بگوید که نفسیهی، باز سوال است که چرا نفسیهی میگویی. اگر یک کس دیگر باز بگوید که نفسه، باز سوال میکنیم چرا نفسو گفتی. پس در این جواب هست که این نفس توکید معنوی است. یاد میگیم که توکید برای امیر است. پس نفس تابع هست در اعراب ما قبل شد. امیر مرفوع شد، نفسو باید مرفوع شود، زیرا اینکه از توابع هست. یعنی توکید از توابع است. امیر مرفوع است، نفسو همچنین چی می شود؟ مرفوع می شود. از این حساب ما باید نفسه بگوییم. نفسیهی یا نفسه بگوییم غلط است در این عباره اول. ببینید جاء الامیر، امیر فاعل، نفسه توکید تابع للمرفوع، مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، و نفس مضاف، این هویی که در آخرش میبینید نفسه، این در محل جر مضاف الیه. پس میگیم که هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. نفس اولا که توکید است، باز مضاف است، بعد این هو مضاف الیه هست. دقت دادید؟ پس این هست تحلیل عباره اول. دوم عباره صاحب کتاب گفت تابعون، یعنی که توکید، این توکید است. تابعون تابع است، پیروی میکند، پیروی میکند، دنبال روی میکند در اعراب. اعراب رو فقط دقت بدید. در اعراب چرا پیروی میکند؟ للمؤکدی، مؤکد را. اینجا امیر مؤکد است، یعنی پیش از توکید مؤکد می آید. هر توکید را دیدید پیش از خودش چی آمده است؟ مؤکد آمده. مثلا جاء محمد، محمد یکمش فاعل است و محمد دویمش توکید است. پس این محمد اول رو ما میگیم مؤکد هست. یا لای دویم مؤکد، لای دویم توکید است و لای یکم مؤکد هست. جاء یکم فعل ماضی، جاء دویم مؤکد برای جاء دویم توکید است و جاء یکم مؤکد هست. مؤکد یعنی توکید کرده شده. دقت دادید؟ پس امیرو در اینجا چی بوده است؟ مؤکد بوده است. از این حساب میگه که تابع للمؤکدی، توکید میگه تابع است مؤکد را. در چی؟ فی رفعه گفت، در حالت رفعش. چطوری گفتیم؟ جاء الامیرو نفسه. دقت دادید؟ یعنی که آمد امیر، خودش آمد. با فکر نکنی که خدمتگار امیر آمد، معاون امیر پادشاه آمد، اینها نه. امیر پادشاه خودش آمد. دقت دادید؟ پس این هست ترجمه و این هست تحلیلش. و نسبه، همچنین در حالت نسبن توکید مؤکد را، توکید مؤکد را پیروی میکند. توکید مؤکد را پیروی میکند. دقت دادید؟ مثلا میگوی رأیتو الامیر. چرا؟ زیرا اینکه را فعل ماضی، تو فاعل هست، در محل رفع فاعل. رأیتو فعل فاعل هست، بعد از فعل و فاعل مفعول به می آید.
مفعول به منصوب است که در آینده میخونه. مفعول به یعنی چی؟ الامیره مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. حالت نصب گفته بودیم که چند علامت دارد و یک تاش اصلی است. پس این فتحه علامت اصلی نصب است. اکنون در اینجا چی بگوییم؟ نفسیهی یا نفسهو یا نفسهو. پس امیر مؤکد هست، نصب کی باشد پس توکید ما باید نصب شود. پس میگوییم که رأیت الامیر نفسهو. دقت دادید؟ نفسهو یعنی دیدم امیر را خودش را، یعنی پادشاه را خودش دیدم. مثلا یک انسان را میگویی که من پادشاه را دیدم، شاید باورت نکند، شاید بگوید که معاون شدیدی، پسر شدیدی یا یگان یاردم چی شدیدی. اما تو وقتی که توکید میکنی که رأیت الامیر نفسهو یعنی امیر را خودش را دیدم، پس دیگر اون انسان شنونده بگیم سخنت را با توکید میفهمد، خوب میفهمد که تو خودی امیر را دیده. دقت دادید؟ پس رأیت فعل و فاعل، الامیره مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره لانه اسم مفرد. نفسه توکید است برای امیر، امیر که منصوب است نفسه هم منصوب می شود و علامت نصب الفتحه الظاهره. نفسه مضاف، هو فی محل جر مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این حالت نصبش بود. حالت جرش مررت بالامیری، بی حرف جارکی است، امیر را چکار کرد؟ مجرور کرد. یعنی گذشتم به نزد پادشاه. اکنون این نفس توکید است. مؤکد را ما نگاه میکنیم که مجرور است، پس توکید ما چی می شود؟ مجرور می شود. پس میگه مررت بالامیری نفسیهی. دقت دادید؟ بالامیری نفسیهی یعنی که گذشتم به نزد امیر، خودی امیر، یعنی گذشتم به پیش پادشاه را خودش، نه به پیش خانهش، نه به پیش ماشینش، بلکه به پیش خودی پادشاه گذشتم. دقت دادید؟ پس مررت فعل و فاعل، بالامیری بی حرف جاره، امیری اسم مجرور و علامت جر الکسره الظاهره نفسیهی. نفسی توکید برای امیر، امیر که مجرور است، نفسی هم همچنین مجرور می شود و نفس مضاف و هی در محل جر مضاف الی. میگیم که نفسیهی هی ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الی. به خاطر اینکه در حالت چی است؟ در حالت جر هست، یعنی که در حالت مضاف الی هست. پس دیدید؟ پس اینها همشون نفس چطور که در سه حالت دیدیم، آن همینها توکیدای چی هستند؟ معنوی هستند. پس شما میتونید که اینها را مثنا بکنید. مثلا دو پادشاه را دیدید یا دو پادشاه آمد، میگوید که جاء الامیرانی. امیرانی دو پادشاه مرفوع و علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنا. در حالت تثنیه ما گفتیم علامت رفع الف می شود. پس میگوید که الامیرانی. اکنون نفس را جمع میکنیم. در حالت مثنا که آمد توکید ما جمع می شود. پس میگیم انفسهما. انفسهما مثلا جاء، مثلا الامیرانی، ببینید الامیرانی انفسهما. انفسهما. دقت دادید؟ جاء الامیرانی، جاء فعل ماضی، الامیرانی، امیرانی فاعل است، مرفوع است، علامت رفعش چی است؟ این الف است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثنا است. مرفوع علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه اسم مثنا. انفسهما. انفسو پس توکید برای امیران، مرفوع علامت رفعه الضمه الظاهره. دقت دادید؟ پس انفس مضاف، هما در محل جر مضاف الیه. اکنون این در حالت مثنا بود. در حالت مثنا توکید معنوی جمع می شود، مثنا نمی شود، جمع می شود. دقت دادید؟ یا جمع رو بیارید. جاء الامراء، جمع امیر امراء می شود، پادشاهان.
جا الامراء میگوییم، یعنی آمدن پادشاهان. انفسهم میگوییم، انفسهم. ببینید انفسهم. اکنون امرا که گفتیم، امرا در حالت چی می شود؟ جا الامراء. ببینید الامراء انفسهم، یعنی که امیرها انفسشان یعنی خودشان آمدند. پس انفس برای توکید است. برای چی؟ الامراء. الامراء پس چی بوده است؟ مؤکد بوده است. دقت دادید؟ پس این بود حالت مثنی و جمع. پس در حالت نصب هم همین طور است. رأیت الامیرین. در مثنی علامت نصبش چی میشد؟ یا بود. الامیرین. ببینید الامیرین انفسهما میگیم، انفسهما. رأیت الامیرین انفسهما در مثنی، یعنی که دیدم دو امیر را، نفسشان را. در حالت جمع میگیم رأیت الامراء انفسهم، یعنی دیدم امیرها را، خودشان را، در حالت جمع. پس توکید معنوی مثنی نمی شود در نفس یا در عین که حالا صاحب کتاب خودش ذکر میکند. مررت بالامیر نفسه، در مثنی میگیم مررت بالامیرین بیان می شود. حالت نصب مثنی، حالت جر مثنی بیان می شد، یادتون باشد. پس بالامیرین انفسهما میگیم، انفسهما یعنی نفسی خود دو امیر قطع گذشت، به نزد خود دو امیر، دو پادشاه گذاشتم. یا میگه مررت بالامیری یا بالامراء. امراء. ببینید پس بالامراء انفسهم. پس میگیم انفسهم، یعنی گذاشتم به نزد پادشاه ها خودشان. دقت دادید؟ پس این بود درباره توکید معنوی مفرد و مثنی و جمعشان به این طریق می آید. اکنون صاحب کتاب گفت که و خفضه، در حالت خفض. ببینید امیری مؤکد مجرور است، توکید همچنین مجرور می آید. در حالت نصب و در حالت رفع هم چطوره که جاء الامیر نفسه، رأیت الامیر نفسه. و تعریفی در معرفه بودن شونم، وقتی که الامیر معرفه است به سبب الف لام، پس نفس معرفه شد به سبب ضمیر. ما درس گذشته گفتیم میخوای که نکره را، غیر معین را معین بکنی، پس اضافه میکنی به یکی از معرفه ها. معرفه ها 5 تا بود، به یکی از معرفه ها اضافه میکنی، پس هو ضمیر است، ضمیر خودش معرفه بود. پس نفس به سبب اضافه شدن به ضمیر معرفه گشت. پس هر دین ها چی شدن؟ معرفه گشتن تا با آخر. انا همین طریق است که و تعریف یعنی در معرفه بودنم پیروی میکنن یک دیگر را. الامیر معرفه است، نفس توکید چی میشود؟ معرفه میشه. میگیم که توکید مؤکد معرفه است، توکید همچنین معرفه میشود. خب و یکون بالفاظ معلومه. اکنون میگه توکید به لفظهای معین هست، لفظهای معین. صاحب کتاب در اینجا درباره توکید لفظی یگان چیز نمیگوید. صاحب کتاب فقط درباره توکید معنوی گپ میزند، اما این توکید لفظی را همچون معلومات فایده براتون ذکر کردیم. اما در این کتاب درباره توکید لفظی یگان گپ نمیگوید صاحب کتاب. هر چیزی که میگوید درباره توکید معنوی میگوید. از این حساب میگوید که و یکون بالفاظ معلومه، میگه توکید به لفظهای معین هست. لفظهای معین مانندی و هی، میگه همون مانند و همون لفظهای معین مانندی النفس. چطور گفتیم نفس؟ نفس توکید شد. یا میگوید العین، در جای همین خود نفس عین رو بیارید بمونید. مثلا بگوید که جاء الامیر عینه، رأیت الامیر عینه، مررت بالامیر عینه. دقت دادید؟ خود معنا همون است. نفس و عینه یعنی خودش، عینش، خودش. دقت دادید؟ در مثنا میگیم جاء الامیران اعینهما،
یعنی که عینشان، عینهما. و جاء الامراء اعینهما، یعنی خودی امیرها خودشان آمدن. دقت دادید؟ جاء الامیر، جاء الامراء اعینهما. عین جمعش چی می شود؟ اعین. و همین طور چطوره که در نفس گفتیم عینا بالضبط، خود همین در نفس گفتگی گپ است در این کلمه نفس و در کلمه عین. میگوید و کلو و اجمعو. اکنون عباره سیمی که صاحب کتاب میارد میگوید کل همچنین از توکیدات است، لیکن کل و اجمع در چیزهای استفاده برده می شود که اونها جزء شود. و مانند مثلا قوم یک از دو کس نیست، قوم 1000 کس است و 500 کس قوم میگن، یا 100 نفر قوم میگن. یا مثلا طالب چقدر زیاد است، مثلا 50 کس، 100 کس طالب، 1000 کس شاید طالب باشد، مثلا استودنت، دانشجو. پس در اینها کلمه مثلا در جای جاء القوم، در جای امیر قوم بمونیم، در جای توکید نفس مونده نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه نفس برای مفرد، برای یک جزء، برای یک چیز معین استفاده برده میشه. مثلا امیر یک کس است یا یک منصب معین هست، پس نفس استفاده میبریم. لیکن در قوم این طور نیست. قوم در داخلش چطور گفتیم 100 نفر است، شاید 50 نفر است. پس در قوم میگیم که جاء القوم کلهم، در جای نفس توکید کل را استفاده میبریم، یعنی آمد قوم همهشان. رأیت القوم کلهم، دیدم قوم را همهشان را. مررت بالقوم کلهم، گذشتم به نزد قوم همهشان. پس دقت دادید؟ پس جاء القوم فاعل است و کلو توکید برای قوم می شود و کل مضاف، هم در محل جر مضاف الیه. تا با آخر دیگر هم بعد کلهم، کل منصوب برای قوم، رأیت القوم، و هم کلهم، هم در محل جر مضاف الیه. بعدی توکیدها مضاف الیه ذکر می شود. بعد توکیدها مضاف الیه میاد، چطوری که بیانش کردیم. و اجمعو همچنین کلمه دیگر است برای توکید که او را اجمع میگویند. اجمع همچنین به معنای همهشون، کلشون. مثلا میگویم که جاء القوم اجمعون. دقت دادید؟ جاء القوم اجمعون، یعنی آمدن قوم همهشون. پس اجمع همچنین برای چیزهای استفاده برده می شود که جزء بشود، یعنی که مثلا عبارت از چند نفر هستند. یا مثلا جاء الطلاب اجمعون، یعنی آمدن شاگردا همهشون. دقت دادید؟ یا مثلا میگوی که رأیت الطلاب اجمعین، و مثل جمع مذکر سالم که اجمع را میگویند ملحق به جمع مذکر سالم است. پس اعراب در حالت رفع به واو می شود. مثلا جاء القوم یا جاء الطلاب اجمعون. دقت دادید؟ مرفوع علامت رفع الواو نیابة عن الضمه لانه ملحق بجمع مذکر سالم. این طور تحلیل کرده می شود اجمع. و همچنین میگوییم در حالت نصب میگوییم که رأیت الطلاب اجمعین، میگوییم یعنی دیدم طالب را همهشون را، شاگرد را همهشون را. پس اجمعین در حالت نصب است و علامت نصبش چی است؟ یا نیابة عن الفتحه لانه ملحق بجمع مذکر سالم، یعنی که ملحق به جمع مذکر سالم است و مثل جمع مذکر سالم اعراب کرده می شود. یا مثلا میگیم مررت بالطلاب اجمعین. اجمعین مجرور و علامت در حالت جر است و علامت جره الیا نیابة عن الکسرة لانه ملحق بجمع مذکر سالم. به خاطر آنه که این ملحق به جمع چی است؟ به جمع مذکر سالم هست. اکنون میگه و توابعو اجمع، همچنین میگوید که اجمع تابع ها دارد، یعنی که
یاردمچیا و در برش چند کلمه دیگر دارد که به معنای توکید است که اونها اقطع و ابتع و ابصع، این سه کلمه می باشد. پس اقطع، ابتع، ابصع، هر سه اینها به معنای اجمع هستند، یعنی یک جایه، همه‌شان. پس اینها فقط برای توکید می آید. مثلا یک آدم میگوید که جاء القوم اجمعون اقطعون ابصعون و ابتعون. 4 تا توکیدی اجمع را با توابعش استفاده میبرد. پس این توکیدش زیاد است، یعنی که آمدن قوم همه‌شان 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 همه‌شان. ببینید چند بار تکرار کردیم همه‌شان رو. برای چی است؟ برای توکید، یعنی که یگان کس نماند، همه‌شان آمدن. یا مثلا مدیر مکتب بپرسد که آیا شاگردها، طلبه ها همه آمدن، چی میگوی؟ جاء الطلاب اجمعون 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 ابتعون ابصعون. ببینید اجمع را با توابعش استفاده میبره، یعنی که آمدن همه‌شان 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 که یگان کس امروز مثلا غیاب نکرده است. پس این هست توابع اجمع، یعنی که پس این اقطع و ابتع و ابصع به شرط توابع می شود که بعد اجمع بیاید. یعنی خشت به تنهایی گفته نمیتونیم بگیم که جاء القوم مثلا اقطعون، اینطور گفته نمیتونیم. یا جاء القوم ابتعون گفته نمیتونیم. باید اول کلمه اجمع را بیاریم، بگیم که جاء القوم اجمعون، بعد اکنون از این سه تا هر کدامش بیاریم یا هر سه اش را یک جای بیاریم حق داریم. پس میتونیم بگیم جاء القوم اجمعون مثلا ابصعون، دو تا را میاریم. یا جاء القوم اجمعون پس میگیم اقطعون ابتعون، مثلا سه تا آوردیم. اجمع را قطعی دو توابعش، دقت دادید؟ پس این اقطع و ابتع و ابصع این سه تا به تنهایی خودشان توکید شده نمیتوانند. باید در اولشون چی باشد؟ در اولشون اجمع باید باشد. پس حالت اعراب اقطع و ابتع و ابصع به مثل اجمع ملحق به جمع مذکر سالم است. در حالت رفع به واو می شود، در حالت نصب و جر به یا می شود. مثلا میگوی که رأیت الطلاب مثلا اجمعین، مثلا اقطعین ابتعین ابصعین، دقت دادید؟ با یا. پس همه اینها توکید شد برای طلاب و علامت نصبشون یا شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ملحق به جمع مذکر سالم است. یا در حالت جر همچنین مررت بالطلاب اجمعین اقطعین ابتعین ابصعین، دقت دادید؟ اینجا هم علامت جرشون چی شد؟ یا نیابتا عن الکسرتی لانه ملحق به جمع مذکر سالم. پس این هست لفظ های معینه درباره توکید که نفس است و عین است و کل است و اجمع با توابعش که اقطع و ابتع و ابصع می باشند. پس اینها لفظ های معلوم برای توکید است. اکنون مثال میارد، میگه تقولو، تو میگویی که قام زیدون نفسه. ببینید قام زیدون نفسه یعنی زید خودش خیست، زید خودش خیست. پس قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، نفسه تابع لزید. زیدون مؤکد شد و نفسه توکید شد و مؤکد که مرفوع بود توکید مرفوع میکنیم علامت رفع الضمه الظاهره، نفسه مضاف، هو ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه. یا و رأیت القوم كلهم، ببینید دیدم قوم رو، همه‌شان رو. پس میگیم که رأیتو، را فعل ماضی مبنی على السکون لاتصاله بضمیر رفع المتحرك، التاء ضمیر متصل مبنی على الضم في محل رفع فاعل. پس رأیتو فعل فاعل شد. القوم مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. کل اکنون توکید است. توکید چی است؟ توکید معنوی. کل توکید است و
القوم در اینجا چی است؟ مؤکد است، مؤکد. پس بگیم کله توکید است برای قومه، قومه که منصوب است، کله همچنین منصوب می شود و علامت نصب الفتحه الظاهره و کله مضاف، هم در محل جر مضاف الیه. و مررت بالقوم اجمعین. پس میگویی که مررت یعنی گذشتم، مره فعل ماضی مبنی على السکون لاتصال بضمیر رفع المتحرك، التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. پس مررت فعل و فاعل، بالقوم بی حرف جاره، القومی اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهره و اجمعین توکید برای قوم یعنی مؤکد مجرور کی است، اجمعین همچنین مجرور می شود و علامت جره الیا نیابة عن الکسرة لانه ملحق به جمع مذکر سالم، بخاطر اینکه ملحق به جمع چی است؟ با جمع مذکر سالم است. پس شما در اینجا میتونید بگید که مررت بالقوم اجمعین اقطعین ابتعین ابصعین، یعنی اجمع را با توابعش همش یک جا ذکر کنید. پس اعرابش در حالت جر میگید یا است نیابتا عن الکسرة لانه جمع مذکر سالم، در همش همین گپ رو میگویید. پس با همین توکید به آخر رسید، با همین باب توکید به آخر رسید. پس این می باشد معلومات درباره توکید. توکید لفظی که چطوری دیدیم صاحب کتاب یگان چیز دربارهش نگفت و توکید معنوی چطوری که با تفصیل دربارهش صحبت کردیم. با همین فصل باب توکید به آخر رسید. میگذاریم به باب بعدیش. در بعد چی میگوید؟ میگوید که باب البدلی، باب در موضوع بدل صحبت میکند. پس اینجا را پاک میکنیم به خاطر باب بدل را نوشتن. میبینیم درباره بدل صاحب کتاب چی میگوید. اصلا خود بدل 4 نمود میشود، 4 تقسیم میشود. صاحب کتاب این را برای ما و شما ذکر کردگی هست. مثلا میگوید که باب البدلی، باب در مسئله بدل صحبت میکند. اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه فی جمیع اعرابه. اکنون بیایید یک چند مثال ها برای واضح شدن این باب بدل صحبت بکنیم. اولا گفتیم بدل به 4 قسم تقسیم می شود. یکم بدل الکل من الکل است. ببینید بدل کل من الکل یکم قسم. مانند مثلا من میگویم که جاء مثلا زیدون، ببینید زیدون اخوک، ببینید زیدون اخوک. پس این اخوک بدل است، بدل کل من الکل هست. این یکمش بود. و دویمش مثلا بدل بعض من الکل است، بدل بعض من الکل. مثلا دویم بدل بعض از کل، مانندی اکلتو، مثلا اکلتو مثلا التفاحة اکلت التفاحة مثلا نصفه، ببینید نصفه. پس التفاحة نصفه، نصفه بدل بعض من الکل تفاحه است. حالا بیانش میکنیم، حالا فقط مثال هایش. و سیوم بدل اشتمال است. ببینید سیوم بدل چی است؟ اشتمال است. مانندی نفعنی الاستاذ مثلا علمه، نفعنی الاستاذ علمه. علمه بدل اشتمال است، بدل اشتمال از استاد است. خب آخرینش بدل غلط است. بدل غلط مثلا میگویی که مثلا چهارم میگویی که
رأیتو زیدن، مثلا زیدن الفرس. دقت، الفرس بدل غلط از زیدن می باشد. اکنون چی طور؟ حالا اینها را یک تا با تفصیل بیان میکنیم. میگه که اذا ابدل اسم من اسم، وقتی که بدل شود اسم از جای اسم. ببینید جا زیدون اخوکا، اخوکا بدل از زیدون است، پس زیدون هم مبدل منه میگویم نامش، اخوکا را بدل نام دارد. این زیدون مبدل منه، اخوکا چی است؟ بدل هست. یا مثلا اکلت تفاحه نصفه، تفاحه این مبدل من هست، نصفه بدل هست، اما بدل چی است؟ بدل بعض من کل هست. و سیم نفعنی الاستاذ علمه، استاذ مبدل من هست، علمه بدل هست، اما بدل اشتمال هست. و خب بدل غلط، رأیت زیدن الفرس، زیدن مبدل من هست، الفرس چی است؟ بدل هست، اما بدل چی است؟ بدل غلط هست. دقت بتید صاحب کتاب چی میگه؟ اذا ابدل اسم من اسم، پس درباره اسم صحبت کردیم. او فعل من فعل، یا یک فعل از جای فعل بدل بیاید. مانندی چی؟ مثالش مانندی من یشکر، دقت بتید، من یشکر ربه. ببینید من یشکر ربه یسجد، یسجد یفوز، یسجد له یفوز. ببینید میگه که من یشکر ربه یسجد له یفوز، یسجد له یفوز. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که شکر میکند پروردگارش را، سجده میکند برای پروردگارش و پیروز میشود، اون انسان، همون انسانی شکرگزار پیروز میشود. اکنون دقت بتید، درسای گذشته در اینجا تکرار میشود. منی شرطیه هست، منی شرطیه جازم است که دو فعل جزم میکند، آخرش مجزوم میکند. پس یشکر این فعل شرط است، یکمین چیزی که جزمش کرد مجزوم شد. ربه مفعول به است، یشکر هو برمیگردد به من، یعنی هر شخصی که شکر میکند پروردگار ربه پروردگارش را، یسجد، پس این دویم فعل است که من مجزومش کرد، اما این رو میگیم جواب شرط. این فعل اول فعل شرط است، این فعل دویم جواب شرط است. اکنون من فقط دو فعل جزم میکرد، فعل شرط و جواب شرط. اکنون یفوز این سیوم مجزوم است، این چرا مجزوم شد؟ این من گفتیم دو تا جزم میکند، این یفوز چرا مجزوم شد؟ پس میگوییم که یفوز بدل از یسجود است. بدل از چی است؟ از یسجود. دقت بده، صاحب کتاب گفت که او فعل من فعل، یا بدل کرده می شود فعل را از جای فعلی. پس این یفوز را ما از جای یسجود آوردیم. دقت دادید؟ یعنی که یسجود مبدل من هست، یفوز بدل از این یسجود هست. دقت دادید؟ پس فعل هم همچنین بدل می آمده است، چطوره که در مثال آشکار شد و واضح شد. تبعه فی جمیع اعرابه میگد، یعنی پیروی میکند بدل مبدل منه را در تمام اعرابش. دقت بتید، جا زیدون
اینجا در اخو فاعل این اخو بدل از زیدون است. زیدون مرفوع که است، مبدل من مرفوع که است، اخو باید چی شود؟ اخو باید مرفوع شود به خاطر که بدل از زیدون هست. پس علامت رفعش چی است؟ واو است نیابتا عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. این از اسمهای چی است؟ اسمهای پنجگانه می باشد. پس اخو مضاف که مضاف الیه. اما یک کس بگوید که اینجا از زیدون اخو که بدل چی است؟ بدل 4 نمود داریم. این کدام بدل است؟ میگیم بدلی الکل من کل. بدل چی است؟ بدل کل من کل یا بدل شیء من شیء. صاحب کتاب میگه بدل شیء من شیء یا بدل کل من کل. بدل شیء من شیء یا بدل کل من کل هر یک چیز است. ان همین اخوک را ما میتونیم بگیم بدل کل من کل یا میتونیم بگیم بدل شیء من شیء. دقت دادید؟ پس این هست یکمین قسمی بدل. یعنی چی؟ یعنی آمد زید برادر تو، پس همین زید همین برادر تو است و برادر تو همین زید است. یعنی هر یک چیز است. بدل کل من کل یعنی هر یک چیز است، فرقیت در بینشون نیست. برادر تو همین زید است و زید همین برادر تو است. یا مثلا میتونیم بگیم که جا از زیدون مثلا زید رفیق تو باشد، میگویم که جا از زیدون صدیقوک. پس زیدون فاعل، صدیقو چی است؟ بدل است. بدل چی است؟ بدل کل من کل. یعنی همون صدیق تو رفیق تو همین زید است و زید همون رفیق تو است. اگر رفت تو که زید رفیقت باشه اما برادرت باشد پس میگیم جا از زیدون اخوک. پس اینجا در بدل چی شد؟ بدل کل من کل یا بدل شیء من شیء. این یکم قسمی بدل و در اعراب پیرویش کرد. طبعا فی جمیع اعرابی در تمام اعراب پیرویش میکند. زیدون مرفوع شد، اخو همچنین مرفوع شد. چطوری که دیم علامت رفعش واو. اکلتو تفاحتا مفعول به. اکلتو فعل و فاعل، تفاحتا مفعول به. نصف اکنون بدل است. بدل چی است؟ بدل بعض من کل است یا بدل جزء میگن. بدل بعض من کل یا بدل جزء. پس ببینید تفاحتا منصوب شد، نصف همچنین چی شد؟ منصوب شد. نفعنی الاستاذو، استاذو مرفوع شد. چرا؟ زیرا که نفع فعل ماضی مبنی علی الفتح. ببینید نفع تا اینجا فعل ماضی میگیم مبنی علی الفتح. فعل ماضی همه وقت چی میشود؟ مبنی میشود. و نی این نونه که ببینید این نون نامش نون وقایش میگن. نون چی میگن؟ نون وقایه. نون وقایه حرف لا محل له من الاعراب و یا الیا میگه ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل نصب مفعول به مقدم. از فاعل مفعول به پیش آمده است. برای خاطر میگه که مفعول به مقدم. دقت دادید؟ پس این یا مفعول به از رنگ تفاحته گفتیم مفعول به است، این یا خودش مفعول به شد. الاستاذو اکنون فعل گفتیم مفعول به را گفتیم. الاستاذو چی شد؟ فاعل شد. الاستاذ فاعل مرفوع علامت رفعی الضمه الظاهره علمو. پس چی میگیم؟ علمه چی میشود؟ علمه بدل میشود. بدل چی است؟ بدل اشتمال. بدل اشتمال یعنی که استاذ در بر میگیرد خود همین علم. خب آخرین بدل چهارمش در حالت رایت زیدن الفرسه. این بدل چی شد؟ بدل غلط. ببینیم صاحب کتاب چی میگوید. و هو اربعه اقسام. ببینید ما در حالت رفع آوردیم، در حالت نصب آوردیم، حالت جر رو نیاوردیم. مثلا میگویی که نفعتو یا استفدتو من الاستاذ علمیه میگویی. در اولش مین میمونیم. مثلا میتونیم در جای نفعنی بگیم که استفدتو من الاستاذ مثلا، یا میتونیم بگیم استفدتو من الاستاذ سیارته، یعنی که فایده بردم از استادم ماشینش، از ماشین استاد فایده بردم که سوار شده یا جا مثلا رفتم آوردم. یا تو میتونم بگم که استفدتو من الاستاذ فرسیه، یعنی از اسب استاد فایده بردم که اسبش مثلا در کار خواجگی استفاده بردم. پس می شود در حالت جر شد. من الاستاذی که گفتیم علمیه میگیم.
یا فرسیهی میگیم یا سیارتیهی میگیم. زیرا که استاد در حالت جر آمد، همچنین این بدل هم در حالتی چی میشود؟ جر میشود. یعنی که زیرا که این بدل مبدل منه را چطور گفتیم که پیروی میکند. اما در حالت جزم ببینید، یفوز مبدل منه هست، مبدل منه پیروی میکند. یسجد مبدل منه کی است؟ یفوز بدل هست. یسجد حالت جزم است، یفوز هم حالت جزم در قرار گرفت. چرا؟ زیرا که یکدیگر در اعراب، در حرکت اخیر پیروی میکنند. پس معلوم شد که در 4 حالت، در حالت رفع، در حالت نصب، استفدت من الاستاذ علمه بگیم اگر در حالت جر، و یسجد له یفوز مبدل منه در حالت جزم پیروی کرد. پس در 4 حالت پیروی میکنه. در حالت در فعل باشد 3 حالت، رفع و نصب و جزم، و در اسم باشد 3 حالت دیگر، رفع و نصب و جر. دقت دادید؟ پس فی جمیع اعرابی معناش همین است که در تمام اعراب‌هاش پیروی میکند بدل مبدل منه را. مبدل منه چه حالت ده بیاد؟ بدل همون حالت ده می آید. و هو 4 اقسام. اکنون میگه که بدل 4 قسم می شود، 4 نمود است. بدل چند تا است؟ 4 تا. چطوری که گفتیم؟ یکم بدل الشیء من الشیء، بدل شیء از شیء، یا بدل کل من کل گفتیم. مثلا جاء زیدون اخوک، آمد زید برادر تو. همین زید برادر تو است، برادر تو زید است. کل من کل است، یعنی که یگان فرقیت بینشون نیست. دوم بدل البعض من الکل، بدل بعض از کل. مثلا اکلت التفاحه نصفه، خوردم سیب رو نصفش رو، یعنی که جزء سیب رو خوردم. یا سیب مثلا همش نخوردم، نصفش خوردم، نیمش خوردم. پس این نصفه تفاح را در اعراب پیروی میکند. چرا؟ زیرا که نصفه بدل است و تفاح مبدل منه است. اما این بدل چی است؟ بدل بعض من کل، یا میتونیم بگیم بدل جزء. این بدل جزء است. دویم نمود بدل. سومش بدل الاشتمالی، بدل اشتمال مانند نفعنی الاستاذ علمه، یعنی که فایده رسانید من رو استاد علمش، یعنی برای من فایده رسانید استاد علمش. استاد علمش برای من فایده رسانید که من از علم استاد فایده به دست گرفتم. دیدید؟ پس میگم استاد مبدل من هست، مرفوع است. علمو همچنین مرفوع می شود، زیرا اینکه این بدل است. بدل چی است؟ بدل اشتمال است. یعنی استاد از خود علم، از خود استاد است. یعنی که علم در استاد درآمدگی است، اشتمال در بر میگیرد استاد را، از استاد جداش کرده نمی شود. پس انهی را بدل چی میگن؟ بدل اشتمالش میگن. و بدل الغلطی، 4م قسم بدل غلط است. من اصلا میگم رأیت زیدن الفرس، دیدم زید رو اسب رو. دیدید؟ دیدم زید رو اسب رو. مثلا من گفتنی هستم که اسب دیدم، اما خطا میکنم میگم رأیت زیدن، بعض در یادم میزنه که نه من زید ندیدم، الفرس، اسب رو دیدم. دیدید؟ پس انا همین طور است. رأیت زیدن الفرس. این بدل چی است؟ بدل غلط هست. بدل غلط هست که من مقصدم زید نبود، مقصد من اسب بود. من باید میگفتم که دیدم اسب رو، اما خطا کردم گفتم زیدن، نام زید رو آوردم، که هر نام دیگر آوردم. بعد برای اصلاحش دیگر من نگشتم اصلا بگم رأیتو الفرس. عربی دیگر کلمات کم طلب میکند، اختصار دوست میدارد. پس دیگر در جاش در آوردم فرس را و زید را هم نوشتم، اما گفتم این مبدل من هست، اما در اینجا فرس بدل است، بدلی مبدل من غلط آمدگی است در اینجا، زیرا که من زید رو ندیدم و اسب رو دیدگی هستم. دقت دادید؟ پس این بدلی چی بوده است؟ بدلی غلط. بدلی غلط. یا که مثلا آدم بیاد بگه که رأیت زیدن الاسد، اگر مقصدش این باشد که زید رو ندیده است و شیر رو دیده است، پس میگیم که الاسد بدل غلط است، بدل غلط. دقت دادید؟ اما بدل است، اما از قسمی بدل غلط. اما اگر که مقصد اسد این باشه که زید را دیدم که صفتش اسد است، در این صورت از توابع نعت می شود، بدل غلط
نمی شود. دقت بتید از این حساب مقصد گوینده چیزی که باشد یا نویسنده پس موافق به گفتنش و موافق به سخنهاش بیان کرده می شود. بدل که بدل غلط می شود یا که نعت می شود، صفت می شود. به هر صورت این بود قسم های بدل، 4 قسم. این 4 قسمی بدل بود. به همین 4 قسمی بدل به آخر رسید. اکنون مثال میارد، میگوید که تقولو، مثلا تو میگویی، مثال میگویی که قام زید اخوک، خیس زید برادری تو. یا مثلا میگویی قام محمد اخوک، خیس محمد برادری تو. ببینید مثلا زیدون قام فعل ماضی مبنی علی الفتح، زیدون فاعل مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، اخو بدل عن زید مرفوع علامت رفع الواو نیابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه. اسماء خمسه گفتیم حالت رفعش با واو می شود. اخو مضاف که مضاف الیه، این در حالت رفع بود. همین در حالت نصب بیارید. مثلا که رأیت زیدن اخاک میگیم، رأیت زیدن اخاک، زیدن مفعول به، اخاک بدل از زیدن منصوب و علامت نصب الالف نیابه عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. اخاک، اخا مضاف، که در محل جر مضاف الیه. یا در حالت جر بیارین، مثلا بگید که مررت بزیدین اخیک، یعنی گذشتم به زیدی که برادری تو است، برادری تو است. پس اخی بدل از چی است؟ از زیدین است، مجرور و علامت جره الیا نیابه عن الکسره لانه من الاسماء الخمسه. خب هر سه حالت اعراب در قام زیدون اخوک یا در مثال زید و اخو بیان کردیم، حالت رفع و نصب و جر رو. میگه که و اکلت الرغیف ثلثه، خوردم رغیف یعنی نان را، ثلثه از سیگش را. ببینید اکلت الرغیف ثلثه، اکلت فعل فاعل هست، الرغیف مفعول به است، ثلثه بدل هست، رغیف مبدل منه شد، ثلثه بدل شد. رغیف مبدل من حالت نصب است، بدل هم در حالت نصب میشه، پس برام خود ثلثه میگیم، ثلثون، ثلثین، ثلثه در حالت نصب و مبدل من منصوب کی است، بدل هم نصب میکنیم، پس میگیم ثلثه مضاف، هو در محل جر مضاف الیه. خب این بود مثال بدل بعض من کل یا بدل جزء. ببینید که یعنی که نان را خورده است، همه‌اش را نخورده است، نصفش را خورده است، یا ثلث سیکش را خورده است. ببینید سیکش را یعنی کامل نخورده است. بعد از این میگوید که نفعنی زیدون علمه، یعنی فایده رسان مرا زید، فایده رسان مرا زید علمش، یعنی علم زید برای من فایده رسانید. پس نفعنی چطور گفتیم؟ نفع فعل ماضی مبنی علی الفتح، نون الوقایه یا فی محل نصب مفعول به مقدم، زیدون فاعل مؤخر، علمو بدل عن زیدین. زیدون چی شد؟ زیدون مبدل منه شد، علمو بدل از جای چی شد؟ زیدون مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، علمو مضاف، هو در محل جر ضمیر در محل جر مضاف الیه. و رأیت زیدن الفرس، ببینید رأیت زیدن الفرس، دیدم زید رو، فرس رو. میگه که اردت ان تقول، میگه تو خواستی که بگویی که الفرس یعنی اسب رو دیدم، زید رو ندیدم. فغلطت، تو خطا کردی، غلط کردی. فابدلت زیدا منه، پس زید رو از جای فرس ذکر کردی. دیدید از این حساب میگه که زید این در اینجا زیدن الفرس بدل چی است؟ بدل غلط است، زیرا اینکه تو مقصد این بود که من دیدم اسب را، با جای اسب نام کی را آوردی؟ نام زید را، خطا کردی، از این حساب بدل شد بدل غلط. فغلطت فابدلت زیدا منه، یعنی از جای فرس زید را ذکر کردی که این شد بدل غلط. پس مقصد تو مبدل منه نیست، مقصد تو بدل هست، زیرا که مبدل منه خطااً در اینجا داخل شد، چطوری که
بیانش کردیم. پس این بود بابی بدل. با همین بابی بدل همچنین به آخر رسید و اکنون چهار توابع رو به آخر رساندیم. یکم نعت، دوم عطف، سوم توکید، چهارم بدل. با همین توابع به آخر رسید. اکنون تا امروز ما و شما در هر کجایی که تا امروز خواندگی من اگر هر کسی فهمید، در هر کجایی که اسم رو در حالت رفع دیدید باید شما بشناسید. یا از اون 6 قسم است که مثلا فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر یا اسم کانه یا خبر این نه، یا این 6 تا هست، یا از توابع است که یا نعت یا عطف یا توکید یا بدل. از این هست. یعنی که دیگر شما باید اسم مرفوع رو باید بشناسید. اگر درس را خوب فهمیده باشید اسم مرفوع رو باید شما بشناسید. با همین باب بدل به آخر رسید. بعد از این باب منصوبات الاسمائی هست. باب منصوبات الاسمائی. باب در مسئله منصوبات اسم ها صحبت میکند که ما و شما مرفوعات رو خواندیم. 7 جا اسم مرفوع میشده است. با تفصیل خواندیم و هر کسی که فهمید، هر کسی نفهمید باز تکرارا بخواند. اکنون میگذاریم در باب منصوبات الاسمائی. باب در مسئله منصوب اسم. اسم در چند جا منصوب در حالت نصب قرار میگیرد. در گذشته ما و شما مرفوعات را چطوری که با تفصیل خواندیم که در 7 جا اسم مرفوع میشد. اکنون میبینیم که اسم در چند جا منصوب میشود. اولا اینجا را آماده کنیم برای نوشتن منصوبات که صاحب کتاب برای ما و شما فقط در این درس در باب منصوبات همچون یک فهرست، همچون یک معلومات مختصر بیان میکند. پس به مثل که در مرفوعات همین طور بیان کرده بود و بعد یک تفصیل داده بود، در این جمع در این صحیفه در باب منصوبات الاسماء مختصرا منصوبات را ذکر میکنه که چند تا هست خلاص و نامهاشون چی است. اما با تفصیل هر یک تا اون را باب و جداگانه بیان کرده است. میگوید که باب منصوبات الاسمائی، باب در مسئله اسم هایی که منصوب در حالت نصب قرار میگیرد. میگوید که المنصوبات 14. منصوبات میگوید همگی 14 تا است. دقت دادید؟ منصوبات چند تا بوده است؟ 14 تا. مرفوعات 7 تا بود. منصوبات میگه همگی 14 تا است. دقت بدید. و اکنون میگه همون 14 تا المفعول به. یکمش چی است؟ مفعول به است. مانندی یک تا مثالاش می نویسیم. ببینید یکم منصوب مفعول به است. مانندی چی؟ مانندی نصرت زیدن. دقت دادید؟ نصرت زیدن. پس نصرت فعل و فاعل هست، اما زیدن مفعول به است. زیدن چی است؟ مفعول به است. پس مثال ما یکمش که در حالت مفعول به بیاید اسم منصوب می شود. اسم منصوب می شود چطوری که ما دیدیم. یا مثلا میگوی که اگر مثنی باشد 2 زید باشد میگوی که نصرت از زیدینی. در حالت مثنی با چی می شود؟ با یا می شود. یا اگر که جمع باشد میگوی که نصرت از زیدین، یعنی نصرت دادم همه زیدها را. دقت دادید؟ پس این 3 حالتش، یعنی که حالتی با نصب با فتح، حالت نصب با فتحه، حالت نصبش در مثنی با یا، حالت نصبش در جمع با چی بود؟ در جمع مذکر سالم با یا بود همچنین. خب یکم و دویم المصدر. دویم مصدر هست. دویم حالت نصب مصدر هست. مصدر مانندی همین نصره را میاریم تا اینکه خوب فهمیده شود. دویم نصرت زیدن. نصرت زیدن نصرن. دقت بدید. یعنی که
کمک کردم زید را کمک کردنیه. نصرتو فعل و فاعل. زیدن همین زیدنه که در بالا گفتیم مفعول بهی. اکنون نصرن چی است؟ نصرن اینا میگن مصدر. دقت دادید؟ نصرن مصدر هست. در بارش به تفصیل بعد در باب خودش گپ میزنیم. حالا فقط مختصرش که زیدن برای چی منصوب شد؟ به خاطر اونه که مصدر هست یا مفعول مطلقش میگن. مصدر هست، از این حساب منصوب شد. این زیدن در اینجا به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه مفعول بهی بود. دقت دادید؟ خب دویمش. سیومش ظرف زمان هست. ظرف زمان همچنین منصوب می شود. مانندی چی؟ مانندی سیوم منصوبات مانندی صمتو مثلا الیوم یا که میتونیم در جاش بگیم یومن. دقت بتید. صمتو الیوم یعنی امروز رو روزه گرفتم. ترجمهش امروز رو روزه گرفتم. یا یومن روزه گرفتم یک روزه. معلوم دیروز بود، پیش از دیروز بود. یومن یکی از روزها. الیوم امروز رو روزه گرفتم. دقت بتید. صمتو فعل و فاعل. الیوم برای چی منصوب شد؟ به خاطر که میگن ظرف زمان. امروز زمان است، وقت است. از سحر تا بیگه وقت است. پس این ظرف که هست برای همین خاطر چی شد؟ منصوب شد. سه منصوبات چی بود از ظرف؟ این معرفه بود. نکره باشد یومن. صمتو یومن روزه گرفتم روزه رو، روزه از روزها رو. یومن همچنین برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه چی هست؟ اسم زمان هست. خب این سیوم. چهارم و ظرف المکان. ظرف مکان. مثلا چهارم جایی که اسم منصوب می شود ظرف مکان است. مانند چی؟ مانند من مثلا برات میگم که اجلیس مثلا امام الاستاذی مثلا. دقت دادید؟ اجلیس امام الاستاذی بنشین در نزد استاد. اکنون در اینجا صمت الیوم اینها چی بود؟ ظرف زمان. اجلیس امام برای چی منصوب شد؟ برای این ظرف مکان است، یعنی نزدی، امامی، پیشی استاد. امامه چی بوده است اکنون؟ ظرف بوده است. از این حساب ظرف چی است؟ ظرف مکان. از این حساب منصوب شد. پس ظرف زمان و ظرف مکان یعنی اسم زمان اسم مکان همه وقت چی می آمده؟ منصوب. همه وقت در حالت نصب می شده. پس اجلیس بنشین تو امام الاستادی در نزد استاد. پس امامه ظرف چی است؟ ظرف مکان. خب چهارم و پنجمش والحالو. پنجم حالت نصب، اسم در حالت نصب می آید اگر که چی باشد؟ اگر حال باشد. مانندی چی؟ مانندی مثلا پنجم میگویم که جاء زیدون راکبن. جاء زیدون راکبن. دقت دادید؟ یعنی آمد زید در حالت سواره. جاء زیدون چی است؟ فاعل است، مرفوع است. اما راکبن چرا منصوب شد؟ به خاطر اینکه راکبن چی است؟ حال است. حال چی می شود؟ حال در حالت نصب می آید. چطوره که شما دیده ایستادید در حالت نصب. یعنی آمد زید، حال آمدنش این بود که راکب بود، یعنی که نشسته، بگیم به یک چیز سواره بود، در حالت سواره بودن آمد. یا مثلا میتونم بگم که جاء زیدون ضاحکا. آمد زید در حالتی که خندیده آمد استفاد، یعنی با خنده آمد. پس ضاحکا حال می شود از کی؟ از زید. پس پنجم جایی که اسم منصوب می شود اون چی بوده است؟ حال بوده است. و ششم تمیز است. تمیز همچنین منصوب می شود. مانندی چی؟ مانندی ششم
مانندی مثلا من میگویم که اشتریتو، اشتریتو، ببینید اشتریتو یعنی خریدم من مثلا 50، ببینید 50 کتابن. دقت دادید؟ خریدم من 50 کتاب را، 50 تا کتاب. اکنون اشتریتو فعل و فاعل است، 50 مفعول به است و علامت مفعول به منصوب و علامت نصب الیا لانه ملحق به جمع مذکر سالم. این ملحق به جمع مذکر سالم است 50. خب کتابن برای چی منصوب شد؟ کتابن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه کتابن تمیز است. ششم جایی که اسم منصوب می شود گفتیم چی است؟ تمیز است. پس کتابن تمیز می باشد. دقت دادید؟ ششم. و هفتم مستثنا هست. مستثنا مانندی مثلا من میگویم هفتم جایی که اسم منصوب می شود مستثنا است. مانندی چی؟ مانندی جاء القوم، ببینید جاء القوم الا زیدن. ببینید الا زیدن یعنی آمد قوم مگر زید، یعنی که زید از قسم همین قوم است اما زید نیامد. پس جاء فعل ماضی، القوم فاعل جاء مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. الا این ادات استثناء میگویند. این در موضوع مستثنا با تفصیل میخوانیم شه. زیدن برای چی منصوب شد؟ زیدن به خاطر اینکه زیدن مستثنا از قوم است، یعنی قوم همه‌شان آمدن اما زید نیامد. یا اگر مثلا زید طالب باشد، استودنت شاگرد باشد، میگوی جاء الطلاب الا زیدن، یعنی همه شاگردا آمدن اما زید هم که شاگرد بود نیامده است. زید هم شاگرد که بود نیامده است. پس زید قسمی از قوم است، یا زید یا قسمی از کی است؟ از طلاب است. این را مستثنا میگن. زیدن برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مستثنا. مستثنا باید منصوب باشد یا حالتایی که دارد در جای خودش به تفصیل بیان کرده می شود. و اسم الله هشتم جایی که اسم منصوب می شود، هشتم جایی که اسم منصوب می شود در حالت اسم لا بیاید. اسم چی بیاید؟ اسم لا. پس لا کلمه است که به مثل این عمل دارد. مثلا یک مثال ذکر کنیم که همیشه در یاد تاموند میگیم لا اله. ببینید لا اله، لا اله، ببینید لا اله الا الله. مثلا اله برای چی منصوب است؟ اله برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که اسم الله هست. لا عمل میکند به مثل این، این زیدن قائمون میگفتیم از منصوبات که اسم را نصب میکرد. پس این لا به مثل انمون این عمل میکند. اله اسم الله هست. اله چی است؟ اسم الله است. دقت دادید؟ باز یک مثال دیگر، مثال بین خلقی که مثلا لا ببینید لا احد فی داری، لا احد فی داری یعنی یگان کسی در حولی نیست. لا احد. پس احد برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه اسم الله هست. اسم الله چی می شود؟ منصوب می شود. پس اله اسم الله هست، احد اسم الله هست. این هشتمین جای است که اسم منصوب می شده است. اسم لا. خب والمنادا نهمین جایی که اسم منصوب می شود منادا هست. منادا نهمین جایی که اسم منصوب می شود چی است؟ منادا مانندی یا
عبداللهی یا عبداللهی. ببینید ای عبدالله یا عبداللهی. اینجا در عبده منصوب شد. برای چی؟ یا عبداللهی میگیم برای چی؟ به خاطر اینکه یا عبداللهی منادا است یا ادات نداش میگن، در جای خودش با تفصیل میخونیمش. عبداللهی این منادا میشود. عبداللهی چی است؟ منادا است، منصوب است. ببینید نهمین جایی که اسم منصوب میشود. یا مثلا یک انسان میگوید که یا غافلا عن الاخرتی تنبه لما امامک. ای شخصی که غافل هستی از روز قیامت، آگاه باش چیزی که در پیشت است، یعنی قیامت. غافل نباش، بیخبر نباش که از پیش قیامت داری. اکنون یا غافلن میگوییم. چرا؟ مثالش رو بنویسیم. یا غافلن. ببینید یا غافلن یا غافلن عن الاخرتی. ای شخصی که غافل هستی از آخرت. ای شخصی که غافل هستی از یا غافلن. پس غافلن به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر آنه که این منادا هست. این را منادای مقصوده میگن که در منادا و تقسیمات منادا را به تفصیل خواهیم خواند. خب اکنون نهمین جا. دهم جایی که اسم منصوب می شود المفعول من اجلهی است. المفعول من اجلهی. ببینید دهمین جایی که اسم منصوب می شود المفعول من اجلهی است. مانند چی؟ مانند ضرب، ضرب الاستاذ، الاستاذ، ضرب الاستاذ التلمیذ. ببینید التلمیذ تأدیبا، تأدیبا. دقت بتید. ضرب فعل ماضی یعنی زد. کی زد؟ الاستاذ. استاذ فاعل است. زد استاذ. کی را زد؟ التلمیذ شاگرد را زد. پس ضربه فعل ماضی، استاذ فاعل برای مرفوع شد، تلمیذ مفعول به برای همون منصوب شد. تأدیبا برای چی منصوب است؟ با چی سبب؟ میگه که تأدیبا مفعول لاجلهی است یا من اجلهی. لاجلهی من اجلهی هر دو یک چیز است. مفعول لاجلهی است یعنی استاذ زد شاگرد را برای چی زد؟ برای ادب گرفتنش، برای با ادب بشود. دقت دادید؟ تأدیبا این مفعول چی است؟ مفعول لاجلهی است، برای همین خاطر منصوب است. مفعول لاجلهی همچنین منصوب می آمده است. و بعد از این المفعول معه، مفعول معه، مفعول معه همچنین منصوب می شود. مانند چی؟ مانند این 11 جا، 11 جایی که اسم منصوب می شود. مانند چی؟ مانند مثلا میگویی که حافظ تو، حافظ، حافظ تو الدرس. ببینید حافظ تو درس و المصباح. و المصباح. دقت بتید. حافظ تو یعنی از یاد کردم، حفظ کردم. الدرس مفعول به است، برای همون منصوب شد. حفظ کردم درس رو. و المصباح، مصباح برای چی منصوب شد؟ به خاطر که واو معیتش میگن مصباح مفعول معه هست، یعنی حفظ کردم درس رو با چراغ، یعنی در نزدم چراغ بود و من درس رو حفظ کردم. دقت دادید؟ پس مصباح مفعول لاجلهی است، مفعول معه است، مفعول معه، برای همین خاطر منصوب شد. این 11 تا شد. 12مش خبر کانه و اخواتی ها است. خبر چی است؟ خبر کانه و اخواتی ها. مثلا کانه زیدون، کانه زیدون عالما. مثلا کانه زیدون عالما. ببینید
کان زیدون عالما، مثلا زید عالم بود، کان زیدون عالما. یا در زیر این نوشته کنیم این کانه را دیگر ما و شما با تفصیل در بارهش میدونیم. مثلا این 12مش، 12 جایی که اسم منصوب می شود مانند چی؟ کان زیدون عالما. ببینید کان زیدون عالما یعنی زید عالم بود. پس عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه چی است؟ کان زیدون عالما. عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه خبر کان است. خبر کان چی می شود؟ منصوب می شود. این 12 جایی که اسم منصوب می شود. واسم این و اخواتها 13 جایی که این اسم منصوب می شود. ببینید 13 جایی که اسم منصوب می شود اون چی است؟ اسم این و خواهرهای این است. مانند چی؟ مانند این زیدون عالمون بود، پس میگیم این زیدن عالمون. این زیدن عالمون. پس دقت بتید زیدن به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه اسم این است. پس 13 جایی که اسم منصوب می شود اون چی است؟ اون اسم در حالت اسم این قرار بگیرد. چطور که شما میبینید این زیدن عالمون، هر این زید چی است؟ عالم است. کان زیدون عالما، بود زید عالم. دقت دادید کان زیدون عالما، این زیدن عالم. این درباره کانه و این، کانه و خواهرهایش که همگی 13 تا گفته با تفصیل درباره‌اش صحبت داشتیم. این و خواهرهایش که همگی 6 تا هست با تفصیل درباره‌اش در درس‌های گذشته در حالت اسم‌هایی که مرفوع می‌شوند در توابع با تفصیل صحبت داشتیم. پس این انا همون مسئله است که در گذشته صحبت داشتیم، اما این 13 جا شد. و تابع للمنصوب اکنون توابع ده میگذرد. پیش از اون که توابع ده بگذرد بیاید یک بار خلاصه این درس را از نوشتجاتمون بیان بکنیم. نصرت زیدن مفعول به است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مفعول به است. نصرت زیدن نصرن این منصوب است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مصدر هست یا مفعول مطلقش میگن، مصدر یا مفعول مطلق. صمت الیوم یا یومن به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه ظرف چی است؟ ظرف زمان هست. اجلس امام الاستادی، امامه به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر اینکه این ظرف مکان هست، اسمی مکان هست. جاء زیدون راکبن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنه که این حال است، حال بیان میکند. و ششم جا اشتریت 50 کتابن برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه این کتابن تمیز است. جاء القوم الا زیدن به خاطر چی منصوب است؟ به خاطر آنکه مستثنا هست. لا اله یا لا احد فی الدار، اله یا احد برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه این اسم لا می باشن اینها. یا عبداللهی یا غافلن، یا عبداللهی یا کلمه دوم یا غافلن، اینها برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه این منادا می باشد. اینها چی هستند؟ منادا. ضرب الاستاذ التلميذ تعذیبا برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول من اجله یا مفعول لاجله می باشد. خب حفظت الدرس والمصباح برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه این مفعول معه است. پس در بین اینها یگانه عاملی که یعنی علامت دارد که بین واو میآید این چی است؟ مفعول محض. ببینید دیگه یگان حرف در بینا ندارد، فقط همین مفعول معه آسان ترین شناختن برای انسان بشناسد این مفعول معه است که پیش خودش چی میاد؟ یا واو میاد. این واو رو واو معیتش میگویند.
واو چی میگن؟ واو معیت. و دوازدهم کان زیدون عالما. عالما برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه خبری کان است. این زیدن عالمون. زیدن برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه اسم این است. پس این هست خلاصه یا خلاصه 13 جایی که اسم منصوب می شود. اکنون یک جای دیگر موند، گفته بود که 14 المنصوبات و 14 یعنی منصوبات 14 تا گفت. پس ما 13 تا را بیان کردیم. بیا 14مش را همچنین بیان میکنیم. میبینیم که صاحب کتاب درباره 14م که در توابع برای ما و شما چی میگه. این توابع را دیگر ما و شما میدونیم، زیرا که به تفصیل در گذشته درباره توابع خواندیم. توابع که یکمش نعت است و دویمش عطف است و سومش توکید است و چهارمش بدل، همونها را ذکر میکنه. میگه که و تابع للمنصوبی، تابع برای منصوب منصوب است، یعنی تابع منصوب می باشد. و هو 4 اشیاء، منصوبات تابع منصوب یا توابع 4 چیز است. یکم نعت است، مانندی چی؟ مانندی مثلا نعت مانندی رأیتو، ببینید رأیتو زیدن الفاضله. ببینید رأیتو زیدن الفاضله، این چی است؟ رأیتو فعل و فاعل هست، زیدن مفعول به است، الفاضله تابع است زید را. بخاطر چی؟ بخاطر که نعت است. ما گفتیم که از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. پس همون رو در همینجا ببینید، از 10 چیز در 4 چیز پیروی کرد. زیرا که نعتی چی است؟ نعتی حقیقی است، نعتی سببی نیست، نعتی حقیقی. پس زیدن الفاضله یکمین جایی توابع نصب، الفاضله زید را پیروی کرد یکم. و دوم میگه عطف است، مانندی چی؟ مانندی مثلا باز همین کلمه را استفاده میبریم، رأیتو زیدن و بکرن مثلا، و بکرن یعنی دیدم زید را و بکر را. پس این عطف است، دویم جا عطف است. رأیتو زیدن، زیدن برای چی مفعول به است؟ برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول به است. و این واو عاطفه بود، لمطلق الجمع گفته دربارش به تفصیل صحبت داشتیم. بکرن برای چی منصوب شد؟ به خاطر اینکه عطف به جای زیدن هست. بکرن عطف در جای زیدن که است به واسطه واو، برای خاطر اینا منصوب شد. این دویم جای منصوباتی که عطف است، یعنی توابع. سومش توکید است. توکید را که در همین درس ما و شما خواندیم. مثلا میگویی که رأیتو، یک مثال را خودش را ذکر میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در ذهنتون بماند. رأیتو زیدن مثلا نفسهو. ببینید رأیتو زیدن نفسهو یعنی دیدم زید رو، نفسش رو، یعنی خودش رو. زیدن برای چی مفعول منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول به است. نفسهو تابع به زید است. برای چی؟ به خاطر اینکه این توکید است. توکید مؤکد را گفتیم پیروی میکند. پس نفسه زیدن پیروی کرد و منصوب شد. و آخرین توابع چی است؟ بدل هست. با توابع آخرینش بدل است. در همین درس با تفصیل قسم های بدل رو همچنین بیان کردیم. اما در اینجا یک مثال از همون 4 قسمی بدل یک تاش رو میاریم. مثلا میگویی که رأیتو زیدن اخاک مثلا، اخاک. ببینید اخاک، رأیتو زیدن اخاک، رأیتو فعل و فاعل هست، زیدن مفعول به است. ببینید زیدن مفعول به، اخا بدل از جای چی است؟ از جای زید است. پس بدل مبدل من را گفتیم پیروی میکند. پس در اینجا پیروی دارد که زیدن مبدل من منصوب است، اخاک همچنین منصوب است، لیکن علامت نصبش الف نیابتا عن فتحتی می باشد، زیرا که من الاسماء الخمستی است، یعنی از اسمهای 5 گانه می باشد. دیدید اخا مضاف، که در محل جر مضاف الیه. پس این بدل چی است؟ بدل الکل من کل یا بدل
بدل شیء من شیء. دقت دادید؟ بدل کل من کل و بدل شیء من شیء. پس دیگر باقی مانده بدلا را بیارید همینطور در حالت نصب باشند و بدل هم در حالت چی می شود؟ مبدل من در حالت نصب باشد، بدل هم در حالت نصب قرار می گیرد. پس این بود توابع منصوبات که چطوری که درباره توابع ما و شما با تفصیل صحبت داشتیم. پس این خلاصه منصوبات است. چطوری که ما 13 تا خوندیم و میتونیم که بگیم این 14مش است. 14مش چی است؟ توابع. 14مش توابع که توابع چند تا است؟ 4 تا است. توابع 4 تا است. چطوری که ما و شما گرفتیم. 14م جایی که اسم منصوب می باشد توابع است. در بعض کتابا در متن الاجرومیه میگوید که توابع 15 تا است. هر کسی که اگر کتابی داشته باشد که بگوید توابع 15 تا است، پس 14 تاش دانستیم. 15مش کدام است؟ 15مش ظننتو مفعول های دو مفعولی که ظننتو میگیرد، مفعول یکم و دوم گفته با تفصیل دربارش صحبت داشتیم. انمون دو مفعول ظننتو و خواهرهاش 15م جایی است که اسم منصوب می شود اگر کسی که اون کتاب را داشته باشد. اما یا که در کتابش اگر نوشتگی باشد که منصوبات 15 تا است، اما اگر بگوید که منصوبات 14 تا است، اینهایی هست که تا به حال بیانش کردیم. و شاید ابن آجروم ظننتو را در ذکر کرد، در اول گفت از 15 تا است، اما در ذکر کردن فراموش کرده است و ذکرش نکرده است که 15م جایی که اسم منصوب می شود ظننتو و خواهرهایش می باشد. والله اعلم شاید همین باشد. اما 14 تا را چطوری که ما و شما بیان کردیم. با همین درس امروزه ما و شما درس 11 از کتاب الاجرومیه به آخر رسید و در همین جای این درس را به پایان میرسانیم و درس آینده ان شاء الله با تفصیل شروع میکنیم منصوبات رو که مفعول به چی است و مصدر چی است و همین طور تا به آخر 14 تا را ان شاء الله براتون بیان و تفصیل و شرح خواهیم داد چطوری که صاحب کتابم بیان کردگی است. و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.